پیشی خوب شدی رامبد جان. رامبد کیه؟ ترسیدم. ها کجا بودی؟ به تو چه؟ رامبد جون کیه داشتی باش حرف میزدی؟ رامبد جون خودمم، اسم خودمه، داشتم با خودم حرف میزدم. تو دیوونه ای؟ نه برای چی؟ دیوونه ها با خودشون حرف میزنن. ببینم کجا رفتی یهو؟ میخواستم به دستیارم نشونت بدم. دستیارت بود؟ آره سعید امیرسایی. سعید امیرسایی دستیار خوبی داری رامبد. متشکرم. ازدواج کرده؟ نه چطور مگه؟ قصد ازدواج داره؟ من چه میدونم؟ چرا جواب من نمیدی؟ میگم کجا رفتی یهویی؟ رفتم دستشویی. نکنه میخواستی همینجا کارمو بکنم؟ نه معلومه که نه. اونم جلوی سعیده. نه سعید امیرسایی اسم خوبیه. هفتو سعیده میرفتو میرسایی پیوند قلبها شام و شیرینی. چی داری میگی؟ به تو مربوط نیست. یه چیزیه بین من و سعیده. گفتی اسمت رامبده؟ آره بله همین؟ بقیه نداره؟ رامبد جوان. جوان؟ سن خربیره نداره میگه جوان. اسممه، فامیلیمه، رامبد جوان. همین؟ در اصل رامبد جوان تبریزی. بیشتر شبیه اطلاعات شناسنامه است. اسم و سن و محل تولد. خیلی هم خوبه. همین هم صدات میکنن؟ آره دیگه اسممه دیگه. کی این اسم رود گذاشته؟ پدر و مادرم. دوست داشتن؟ بله. این سوالا برای چی؟ کوتاه خیلی. میگم شاید حوصلت رو نداشتن همینجوری یه اسم گذاشتن. شاید داشتن جایی میرفتن عجله داشتن وقت نداشتن. شاید فهمیدن خنگی اسم بلند نداشتن که بتونی خودتو راحت معرفی کنی. شاید هم تو قنداق میچیدی پشت ندادی. بابا اینا چیه داری میگی؟ نه عزیزم اسمم خیلی هم خوبه. اب نداره. میخوای من رود یه اسم بذارم؟ نه اصلا متشکرم. جاشو ابن تبریز جوان لوس العالم ولیکن هیبت الگلابی اربع العیون شاد المنتهای رامبد است. چطوره؟ آخرش هم است داره؟ گفتم چون تایید دارد نداره اقلا یه اسب واسه تایید بذارم. خیلی خالیه تایید. بچار یه دقیقه بچار. نمیخوام آقا بل کن. تمام خیلی هم خوبه، یعنی اسمم خیلی هم خوبه. میتونم هم شاد المنتها صدات کنم یا منتها الی؟ متشکرم. لطفا من همون رامبد صدا کن. هر جور راحتی. واسه خودت گفتم. رامبد؟ بله. خوبه. حالا از شوخی گذاشته معیارش واسه ازدواج چیه؟ کی؟ سعیده. من چه میدونم؟ سیاه و پشمالو میپسنده؟ سیاه و پشمالو و خشن. سیاه و پشمالو و خشن و سیاه و پشمالو و خشن و صدا دورگه. سیاه و پشمالو و خشن و صدا دورگه و پدر سوخته جذاب. سیاه و پشمالو و خشن و صدا دورگه. بس این حرفا چیه؟ من چه میدونم؟ اینم نمیدونی که براش مهمه که شوهرش حتما 2 تا پا و 2 تا دست و 2 تا چشم داشته باشه یا با یه دونه از هر کدوم از اینا هم کارش راه میافته؟ افتو جان نمیدونم. من این چیزها رو نمیدونم. این سوالا رو نمیفهمم برای چی میپرسی. ول کن. آقای جوان ما آماده ضبطیم. خانوم سعیده امیرسایی، این شما و این افتو. ای بابا افتو 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 کجا رفت افتو؟ باور بکن که